رسول اکرم صلی الله علیه و سلم میفرماید کلکم راع و کلکم مسئول عن رعیت. هر یک کدام شما به منزله چوپان و پادوان هستید در نزد خداوند برای رعیت و برای زیر دستات پرسیده بشه، برای فرزند و برای همسرها و برای دخترها خداوند در قیامت شما را میپرسه که آیا حق اونها را به جا آوردی، آیا اونها را نصیحت کرده یا نکرد، آیا اونها را صالح گردانده یا نکرد. و این خاطر ما و شما برادران عزیز بزرگان باید نسبت به اهل خیر هوشیار باشیم. حتی رسول اکرم صلی الله علیه و سلم خداوند امر کرد که وامر اهلک بالصلاه، ای محمد صلی الله علیه و سلم اهل امری به نماز کن. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم بعد از نزول این آیه میگه هر صبح وقتی که از خواب بیدار میشید راست میگه پس در حضرت فاطمه میرفت الصلاه الصلاه میگه، یعنی نماز وقتی نماز شد، وقتی نماز شد از ابتدا فرزند از خواب بیدار میکرد برای نماز خواندن. ما و شما هم باشه نسبت به فرزند هوشیار باشه که وی نماز خوان باشه. نماز نور چشم است، نماز آبادی است، زیبایی است، برکت حیات است. فرزندی که به نماز ماند و هر نوع گناه میکنه. الصلاة عماد الدین، من اقامها فقد اقام الدین و من ترکها فقد هدم الدین. جناب پیغمبر گفت نماز ستون دین هر شخصیت است. فرزندی که اون نمازی باشه عمارت دینش آباد است. اما هر فرزندی که وقتی نماز ترک کرد یعنی عمارت دینش، عمارت خانه دین ویرانه کرده است. و این خاطر ما و شما برادران عزیز بزرگان نسبت به اهل بیتمون، نسبت به فرزندانمون خیلی هوشیار و بیدار باشیم، چون که مسئولیت خیلی دشوار و سنگین داره. هر چیزی باشه اگر در دنیا اونها صالح نشوند ما را آزار بودین یعنی ناراحتی از جانب اونها بینیم، هر چیزی باشه میگذرن، اما جواب آخرتش سخت است. در روز قیامت خداوند برای فرزندان، برای اهل بیت ما را میپرسد که آیا حق اینها را ادا کرده یا نکرده، آیا حقوق اینها را به جا، اینها را نصیحت کرده یا نکرده، اینها را نمازخوان کرده یا نکرده. اگر شما به خاطر داشته باشه پدرها و بزرگهای ما وقتی که طفلک 3 ساله و 5 ساله در سر دسترخوان همراهی اهلش می نشست، پدر یا اینکه بابا میپرسید میگو بچم بنده کی هستی، یعنی او را به خدا آشنا میکرد. بنده کی هستی؟ کودک نمیدانه بنده کی بودن شد، اما دوباره خودش میگه که بچم بگو من بنده خدای هم. امتی کی هستی؟ امتی محمد مصطفی. در کدام دین است؟ در دین اسلام. در کدام مذهب است؟ کتاب تو چی هست؟ یعنی اون کودک این چیزها را میدانست. امروز یک انسان کلان ساله که شاید 8 ساله و 10 ساله و 12 ساله است، بعضیاش بنده کی بودن و امتی کی بودن و در کدام دین بودن و کتابش چی بودن و نمیدونن. و چی خاطر؟ به خاطری که ما پدرها امروز بی فکر و بی پروا شدیم. ما پدرها امروز نسبت به اهل بیت غمخوار نیستیم. من یک جمعه را گفتم بودم یک درد خیلی ناراحت کننده، یک داغ و مصیبت سخت امروز در عالم اسلام آمده است که پدر و مادر نسبت به فرزند به اهمیت بی‌پروا. ما فقط فرزند تربیت جسمانی میکنیم، جسم و بدنش خوب باشه، با ایمان او، با عقیده او، با اعتقاد او کاردار نیستند. از بس که امروز ما بی‌پروا شده هستیم، فرزندا امروز خار شدن. فرزندا دیگه احترام پدر و مادر را بجا. این روز یک برادر فرزند شگرد نزد من آمد، گفت حضرت بچه‌م گوش نمیکنه. بچه‌ت گوش نمیکنه سببش چیه؟ سببش نسبت به فرزند بی‌پروا کرد. از ابتدا همین فرزند نخود. یک جمعه را من گفته بودم این درد خیلی دردی سختی هست که در ما مسلمان و مسلمانان الحمدلله که از ملت ما نشده است، اما هر چیزی باشه مسلمان است، داغی مسلمان است. این برادر عزیز، المسلم و اخو المسلم، مسلمان برادر مسلمان است. المسلم مرآت المسلم، مسلمان آینه مسلمان است، مؤمن آینه مؤمن است. روز شخصیت نزد من آمد برادر عزیز، خوب این قصه را گوش کنید، صحبت با خاتمه میدیم. شخصیت نزد من آمد از بس که یعنی او در یک حالت خیلی ناراحتی و غمگینی بود، صحبت کرده نمیتوانست. وقتی با من صحبت میکرد یعنی نفسش درون میزد، سخنهاش نمیبرآمد. من از حضرت بخشش گفتم به حضرت سراسی من نشه، هر چیزی باشه بفرمایید. و حضرت من یک چیزی پرسیدنی هستم، نمیدانم که از کجا سر کنم، چی نو با شما صحبت کنم. تم هر سه باشه بفرمایید. اگر خدمت یاردن باشه سردارها هستن، اگر یگان مسئله دینی باشه ان شاء الله جواب میگوییم.
تو حضرت من گفت 2 بار اینسولت شدم. اینسولت کسری مثل فشار دوره‌ای زدن یا دیگر است که رگ‌های خون از کار میمونه، انسان فکرش رو میکنه یک طرف انسان از کار میمونه. گفت من خود قصد کشتن کردم، خواستم که خود یکم بار دار بکشم. وقتی به نزد همون را رفتم گویم کسل گفت زد منه 70 در جام دیگه بیخود شدم. یکم بار سبب باشم. دویم بار دو وقتی خود من کشتنی شدم من یعنی دریا کردم خلاصم کردم نگذاشتن که بکشم. تم چی کمبودی داره؟ چی مشکلی به بالات آمده است؟ گفت حضرت من 2 فرزندم همینجا دانشگاه میخونه، یکی از اونها تیبی میخونه و دیگرش دیگر میخونه. از بس ما یک جای زندگی میکردیم، در یک خانه زندگی میکردیم. وقتی اونها از درس می آمدن گفتن شما ما را خلل میرسونید، ما نمیتوانیم که درسامون یعنی بود کنیم، وظیفه خانگیمون انجام بدیم. برای اون شخصیت گفت برای اکه و خواهر من علاقیده گفت یک کوارتیر یک اجره جدا کردم، یعنی کوارتیر استیمت کردم اونها را اونجا بردم تا اینکه برای درساشون مقصد بود کردن ما خللشون نرسونیم. گفت دوام 6-7 ماه میشه که همراهی هم دیگر همجا زندگی میکردن، یعنی کاراشون خوب بود. یک چند روز پیش گفت مادرش به نزد من آمد گفت گریان با آب دیده گفت آیا میدانی که چی بدبختی به بالای ما را آمده است؟ گفتم سبحان الله چی گپ باشد؟ چی بدبختی آمده است؟ گفت که دختری ما از اکش حامله دار شده است. دختری ما گفت از اکش حامله دار شده است. وقتی که این چیزا من شدیدم وجود من لرزه گرفت. خود من به دست گرفتن ندارم. گفتم چی میگویی؟ چی گفته ساده؟ میدانی چی گفته ساده؟ تو خوب میدانم چی گفته ساده. بعد از آن گفت همراهی همسران با تقاضیشون و با یک از دیگر گرفتیم نه صورتی گفتیم چی بدبختی است؟ اونها گفتن که ما از 18 ساله بالا هستیم، ما دیگه اختیار مونده دست خودمون است، یگان کس حق نداره ما را معین. هرچند ما خواستیم که اون یعنی دخترمون دکتر ببره، طفلی که در رحمش افتاده است، او طفلی که در رحمش افتاده است او را بیرون کنیم. او این شخصیت نمیخواهند، گفتم ما هم دیگر را دوست میداریم، ما دوام هم دیگر خطی زندگی میکنیم. بعد از آن گفت به خلاصه آمده که من خود مبوک شما دیگر زندگی نمیخواهم. چون برادر عزیز شما از یگان کس خفه نشه، از یگان کس هم خفگی نکنید. سببی که امروز فرزند شما این بدبختی را این مصیبت به بالاش آورده است عیب خود شما هست. پیغمبر بزرگوار ما میگه که فرزنداتون از سین 7 سالگی پسر از دختر جای خوابشون علاقه جدا کنه. پسر و دختر باید یک جای خواب نباشن. وقتی که یک جای خواب رفت شیطان فریب میکنه و وسواس میکنه. شیطان بزرگا و دوستای خدا را از دست داده است. یک بیچاره یعنی جوان چی هست؟ پیغمبر بزرگوار میگه طفل پسر و دختر علاقه خواب کن جاشه. از بس که امروز پدر مادر بی فکر بی پروا شده، ببین که چی بدبختی به بالای ما آمده است. حتی اکثر خواهی اسلام است که ما را یعنی حقوقی هم دیگر میگه وی خواهر است وی مادر است برای تو حرام است. این نعمت اسلام است که برای ما عرفت و پاکیزگی و محبت و شفقت و مهربانی را آورده است. نباشه وقتی انسان از اسلام دور شد ببینه اکه دیگه به خواهری خودش نعوذ بالله چی کارهای بدی انجام میده. خیلی هوشیار بودن در کار. این داغ امروزه ما است، سببش از روی بی فکری و بی پرواگی ما است برادران عزیز بزرگوار.